سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و این اولین ویدیوی دراز چنلمون است. امیدوارم که به دردتون بخوره، چون که توی کامنت ها کلی گفته بودین آموزش شاتگان شلاقی یا همون شلاقی زدن با هر گانی رو بذار. و بچه ها اگه تونستی یه لایک و یه ساب واسه ما بزنید، حمایت خیلی بزرگی از من و من باعث میشم که بدونم ویدیوی بیشتری واسه شما به اشتراک بذارم. خب بچه ها بریم اولین آموزش شلاقی زدن رو به شما آموزش بدیم. بچه ها اولین روش شلاقی زدن، من 3 تا روش بلدم و 2 تاشون با اسکیت و یه دونشون بدون اسکیت. اول با اسکیتی ها رو انجام میدیم چون اسکیت داریم. ببینید بچه ها، اول اسکیت رو میزنید. خب اول اسکیت، بیرون، پرش، نایف. ولی این کار رو باید خیلی سریع انجام بدید. ببینید الان من شلاقی رو فعال دارم بچه. ببینید اول اسکیت، بعد بیرون، بعد پرش، بعد نایف. ولی این کار رو باید خیلی سریع انجام بدید. ببینید با حتی نایف هم دستتون باشه میزنه دیگه، خودتون فرض. خب بچه پس اینو یادتون باشه، اول اسکیت، بیرون، پرش، نایف. ببینید خب بچه روش دوم هم همین شکلیه ولی خب با اسکیت. ببینید شما رو اسکیت کلیک میکنید و راه میرید. وقتی که دکمه پریدن با اسکیت میزنید سریع بیرون و نایف رو میزنید به طوری که صدای نایفتون نیاد. ببینید دوباره شلاقی من فعاله. ببینید بچه ها، میرید پریدن با اسکیت میزنید سریع بیرون نایف. همین شکلی دیدی شلاقی زدم. داشتم آرمارم میزدم شلاقی زدم. ببینید دوباره من شلاقی رو فعال دارم. پس چی شد؟ اسکیت، پرش، بیرون، سری نایف به طوری که صداش نیاد. خب بچه دومین روش که بدون اسکیت هستش و مثلا تو فایت های نزدیک میتونید سریعتر انجامش بدید. بچه اول شما پرش، بعد نایف، بعدم گان. ولی این کار رو خیلی باید سریع انجام بدید و خیلی هم سخت هستش. ببینید حتی رو گان هم نمیزنه، نمیدونم چه. ببینید سریع پرش، نایف، گان. 2 تا سخته بچه، واقعا این خیلی سخت. و بچه امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و به کارتون بیاد داخل گیم. و اگه تونستید یه لایک و یه ساب واسه ما بزنید تا ویدیو بیشتری براتون اشتراک بذاریم. خیلی عشقید و امیدوارم ویدیوهای بیشتری رو در کنار شما باشه. خدا نگهدار.